بنابر گزارش‌ها وزارت امور داخلی تاجیکستان علیه یک شهروند ایران با اتهام دزدی معاش کارمندان یک شرکت ساختمانی پرونده جنایی باز کرده است. با گفته مقامات انتظامی این شهروند ایران ده ها هزار سامانی معاش کارمندان یک شرکت را دزدیده است که مشغول بنیاد مسجدی بزرگ در دوشنبه بودند. عین زمان معلوم نیست این شهروند ایران به کجا رفته است. مسجدی موسوم به قطر که در نزدیکی مرکزی پایتخت ساخته می شود بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی خواهد بود و صحبت برنامه امروزه در همین باره است با همکارم عبدالله اشور. عبدالله، تا کنون دایر به این قضیه چی تفصیلات به دست آوردید؟ حالا ما در کنار بزرگترین مسجد تاجیکستان که با سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران قطری ساخته می شود قرار داریم. مسئولیت ساختمان این مسجد را شرکت تاجیکستانی STS انشاءات برداشت دارد، اما برای ساختمان 4 مناره این مسجد شرکت STS انشاءات چند شرکت خارجی از جمله 2 شرکت ایرانی را کرا کرده است. این شرکت ایرانی هر یکشان برای ساختمان مناره ها مشغول هستند و اخیراً یکی از رهبران شرکت ایرانی که شهروندان تاجیکستان را در ساختمان یکی از مناره ها استفاده می‌کرده است، معاش 3 ماهه آنها را از آن خود کرده از تاجیکستان فرار کرده است. حدود 17 کارگر تاجیکستانی با عنوان دادستانی کل تاجیکستان در این باره شکایت بردند و همکنون هم کارمندان مقامات دادستانی تاجیکستان و همچنین وزارت امور داخلی تاجیکستان در جستجوی این رهبر شرکت ایرانی هستند و آنها کوشش دارند معاش 3 ماهه کارگران تاجیکستانی را از این شهروند ایران بستانند. و بر اساس طرح ساختمان مسجد باید کی به انجام برسد؟ ساختمان این مسجد در تاجیکستان هنوز ماه اکتبر سال 2009 با شرکت رئیس جمهور امامعلی رحمان شروع شده بود، اما در مسئله انتخاب شرکت مسئول این ساختمان میان تاجیکستان و سرمایه‌داران قطر کم اختلاف سر زده بود. از این رو شروع ساختمان 1 سال دیگر طول کشید و تنها ماه اکتبر سال 2010 ساختمان دوباره شروع شد و مسئولیت ساختمان را شرکت طبعا گفتیم STS انشاءات که از تاجیکستان است بر عهده دارد. اون زمان گفته میشد که ساختمان این مسجد که 120,000 نمازگزار را در یک وقت میتواند بگنجاند در دوام 4 سال انجام مییابد، اما طوری میبینیم ساختمان هنوز هم ادامه دارد با گذشت 5 سال از شروع آن و با سرزدن چنین خرج و مرج هنوز معلوم نیست که ساختمان این مسجد تا کی طول خواهد کشید. تشکر. همکارم عبدالله اشور از دوشنبه صحبت میکرد.